سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشید. امروز اومدیم با یه دونه آرگاس پیوان که صاحبش مادرش رو آورده جلو چشاش، باهاش پشتک زده و گذاشته سر جاش. همونطور که می‌بینید سعی کرده بازش کنه، نتونست و این بلا سرش اومده. آماده اید؟ بریم. خب آقا، یه بار برای همیشه یه دونه پیوانه می‌خوایم بازش کنیم. اول پیچا رو باز می‌کنیم تا به این مرحله برسه. بعد خیلی راحت یه دونه پنس برمی‌داریم، از قسمت انتهایی از اینجا فرو می‌کنیم و اهرم میکنیم. خیلی راحت میاد بیرون. حالا اینجا یه دونه پلاستیک هست، گوشش ایناش. باعث زوم کنم. نه یه بار دیگه. این پلاستیک گم شه بچه‌ها، دیگه پیچ سر جاش وای نمیسه، پیچ ظاهریش. یه چند تا خارم اون زیر پینه اتصالش هست که باید خیلی راحت جداش کنید. این بنده خدا هم که اومده میگه ساب کنید، لایک کنید تا من قسمت دومشو بذارم. استقبال زیاد باشه قسمت دوم تا 2 ساعت بعدش میذارم.